در برنامه امروز ما خوش آمدین. از حضورتان در برنامه قدردانی میکنم. حضور سبزتان در این برنامه در خاطره های انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان و پادکاست محترم ایده ها که دکتر صاحب عمر صدر در رأسشان است ماندگار خواهد ماند. حضار گرامی، روایت جدید از افغانستان عنوان یکی از بخش‌های انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان است که معمولا دانشمندان فرهیختگان را که تازه آثارشان منتشر شده دعوت می‌نمایند که به شکل انگلیسی، به زبان انگلیسی، فارسی و پشتو بالای اثرشان صحبت داشته باشند و در عین زمان دو تن از هیئت مباحثه، دو تن از دانشمندان دیگر را به عنوان هیئت مباحثه دعوت می‌نماییم که اونا هم به شکل تخصصی و علمی کتاب یا مقاله منتشر شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند. در برنامه امروز ما نویسنده شناخته شده کشور، دیپلمات، سیاستگر دکتر صاحب مجیب الرحمن رحیمی دعوت شده که در رابطه با ترجمهش از کتاب محمد عابد الجابری، کتاب دین، دولت و تطبیق شریعت سخنرانی داشته باشند. و همچنان در این برنامه دو تن از دانشمندان دیگر کشور ما، دو تن از دانشمندان جوان کشور ما را دکتر صاحب عمر صدر، پژوهشگر اندیشه سیاسی در مرکز حکومتداری و بازارها دانشگاه پیتزبورگ، استاد ازبق دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی افغانستان، پژوهشگر در اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و مرکز ملی تحقیقات پلیسی دانشگاه کابل، و دکتر صاحب عبدالبشیر فکرت، نویسنده، پژوهشگر ادبیات، فلسفه و دین، رئیس ازبق مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر و استاد دانشکده شریعت دانشگاه کابل دعوت شدن که تا در رابطه با کتاب دین، دولت و تطبیق شریعت به شکل تخصصی و علمی صحبت داشته باشند، بررسی و تحلیل نمایند. از عرصه دکتر صاحبا سپاسگزار هستیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه حضور پیدا کردین. در این قسمت از برنامه استیج برای دکتر صاحب مجیب الرحمن رحیمی میسپاریم که آنها در رابطه با ترجمهش از کتاب دولت، دین و تطبیق شریعت صحبت داشته باشند. دکتر صاحب رحیمی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی محمد و آله و صحبه اجمعین. از انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان در تبعید آقای تواب دانش و همکارانشان در این نهاد به خاطر برگزاری نشست تشکر و قدردانی میکنم. همچنان از دو دوست عزیز و بزرگوار دکتر صاحب صدر و دکتر صاحب فکرت به خاطر حضور و صحبت در موضوع سپاسگزاری و قدردانی میکنم. من صحبت‌های من در این برنامه به دو بخش تقسیم میکنم. یک در مورد دلایل و انگیزه های ترجمه کتاب کوتاه صحبت میکنم و دو در مورد محتوا، مباحث و قضایایی که در کتاب مطرح شدن. بخش اول صحبت ما با این مقدمه و با این تذکر آغاز میکنم که بحث در مورد تمام موضوعاتی که در کتاب مطرح شده دشوار است و از جلسه و از حوصله یک جلسه کوتاه بیرون است. به او اساس من شاید نتونم که کلیت مباحث را و جزئیات قضایایی که در کتاب مطرح شده در این صحبت با شما مطرح بکنم. به او اساس از دوستا خواهش میکنم که متن بخوانن و با تفسیر و جزئیات قضایا از مطالعه کتاب آشنا شوند. به خصوص که دکتر جابری کتاب دین، دولت و تطبیق شریعت را در مراحل آخر نوشته، یعنی قبل از او کتاب ها و نوشته های بزرگ داشته. در این کتاب بیشتر چون مختصر و کوتاه است، گاهی اشارات و تذکرهایی داره که نیازمند فهم بیشتر دیدگاه ها و نظریات جابری است.
دو، کتاب مورد استقبال و مورد توجه دوستا قرار گرفت. ما از استقبال و از توجه دانشمندا، همچنان دانشجویا و محصلین از کتاب و از ترجمه تشکر میکنم. تعدادی در مورد کتاب نوشتن، تعدادی هم برغم محدودیت ها و مشکلات بعد از سقوط کتاب مطالعه کردن و درباره ازی برای من دیدگاه خود نوشتن یا یادداشت ها و مقاله هایی. متاسفانه رژیم طالبا این کتاب را با کتابای دیگه از ما و همچنان با کتابای از تعداد از نویسنده ها ممنوع کردن نسخه‌ای را از ناشر و بازار کتاب در افغانستان جمع‌آوری و مصادره کردند. از ناشر هم تعهد کتبی گرفتن که تا کتاب را در بازار عرضه نکنند. طبعا این اقدام نتونست که مانع رسیدن کتاب به خواننده ها و علاقه‌مندان شود. ما و دوستدار کتاب تلاش کردیم که کتاب را از هر راهی که ممکن بود به دسترس دوستا قرار بدیم. نفسی اقدام طالبان نشان میده که موضوعاتی که در کتاب مطرح شده از اهمیت بالای در شرایط فعلی در جامعه ما برخوردار است. طبعا تذکر آخرم نیست که فلسفه و دیدگاه جابری را هم نمیشه که در این نشست کوتاه و بحث گرفت. من در جلسات در کابل هم یک بار در مورد شخصیت و دیدگاه جابری صحبت کردم. یکی از چهره‌ها و شخصیت‌های پرکار و نویسنده و فیلسوف مشهور و شناخته شده جهان اسلام و جهان عرب است. ده ها اثر از او باقی مانده و کتاب‌های بسیار حجیم و قطوری هم نوشته. دلایل و انگیزه های ترجمه کتاب ما در مقدمه مترجم به تفصیل تذکر دادیم، به او بحث پرداختیم. در اینجا بسیار به اختصار به عنوان موضوع اول بحثم به او اشاره میکنم. اولی که مطالعات اسلامی و دینی یک از مسائل مورد علاقه ما بوده به دلیل آغاز تحصیلات و فضای درسی که در دوران مکتب و مدرسه و همچنان در مرحله لیسانس در فضایی که ما درس خواندیم حاکم بود. به او اساس ما در این زمینه به حد توان خودم مطالعه کردیم و گاهی هم نوشتیم. هدفی از این مطالعه و نوشتن بیشتری بود که خودم مسائل را بفهمم و به سوالهایی که مطرح شده پاسخ پیدا بکنم. به خصوص در دوران درس‌های ماستری و دکترا در دانشگاه سکس بریتانیا، سوالهای جدی بعد از آشنایی با افکار و اندیشه‌های انتقادی در مورد باورهای ما از اسلام و برداشت‌های ما مطرح شد. به او انگیزه شد که من بیشتر به این مسائل علاقه‌مندی پیدا بکنم. آغاز مطالعات در این حوزه فکر میکنم با مطالعات کتاب‌ها و نوشته‌های آقای مجتهد شبستری آغاز شد. بعد با نهضت نواندیشی و روشنفکری دینی با ایران آشنا شدیم، با دیدگاه ها و افکار دکتر سروش. او زمینه سازی شد که با متفکرین حوزه در جهان عرب آغاز شدیم، با آقای حامد ابوزید در مصر و دانشمندایی که در حوزه مصر فعال بودند و همچنان با دکتر عابد الجابری هم از طریق صحبت ها و نوشته های دکتر سروش آشنا شدم، چون در بحثایش گاهی مسائل را به دکتر جابری ارجاع میداد و گاهی هم به محمد ارکون. وقتی که کتاب‌های دو نویسنده را من به فارسی به عربی مطالعه کردم، طبعا فهم نوشته‌های محمد ارکون کمی مشکل بود به دلیلی که از فرانسوی به عربی ترجمه شده بود، اما مطالعه نوشته‌های جابری قابل فهم بود و ما میتونستم با او حرف بزنم. به ویژه‌ای که جابری با سنت و یا با منحله فکری پسامدرن در فرانسه یا در غرب آشنایی بسیار خوب داشت. از افکار و اندیشه های فوکو و دریدا در نقد و در بحث واکاوی بیشتر استفاده میکنه. اینها یک همفکری هایی را ایجاد کرد و باعث شد که من کتابایش مطالعه بکنم. هنوزم مطالعه میکنم چون کتاب زیاد نوشته. و یکی از مسائلی که بیشتر مورد علاقه من بود فقه سیاسی در اسلام بود، به دلیل رابطه فقه سیاسی با رشته تحصیلی.
که همون نظریه سیاسی در اسلام چی هست. طبعا در جریان تحصیل این مسئله رو ما خوانده بودیم، اما بعد که با چگونگی مطالعه نظریه های سیاسی در غرب آشنا شدیم، سوالات جدی در مورد نظریه سیاسی اسلام مطرح شد، چون ما یک نظریه بروز که در پرتوی اون نظریه و دیدگاه ها حکومت و نظام شکل گرفته باشه و امور سیاسی نظم و نسق پیدا بکنه در جان اسلام نداریم. بیشتر فقه سنتی حاکم است و تعدادی از دانشمندان هم که دیدگاه‌هایی ارائه کردن بسیار بروز و کارآمد نیست، برخلاف تجربه نظریه سیاسی در غرب. به او اساس کتاب دین و دولت برای ما بیشتر مورد توجه واقع شد. بحث نقطه سوم هم بحث تقابل سنت و مدرنیته بود. در حوزه مشترک تمدنی ما و در کشور ما تقابل سنت و مدرنیته تاریخ طولانی و پرفراز و نشیبی داره. تقابل یا تعامل میان دو یا آشتی میان دو یکی از چالش های بزرگ زمان ما هنوزم به حساب میره. در بحث تقابل و تعامل طرفداران دو جریان راههای متفاوتی را پیش گرفتن. عده‌ای راه افراط و رادیکال پیموده و عده‌ای هم یک راه وسطی را پیش گرفتن، تلاش کردن که میان دو یک پل بزنن و یک رابطه از آشتی و تعامل برقرار کنن. از نظر من یکی از نمونه های خوب این تلاش دکتر جابری است. جابری برخلاف تعدادی از دانشمندای حوزه به میراث علمی، فرهنگی و تاریخی مسلمان ها توجه داره و با اتکا به این میراث فرهنگی و فهم بسیار خوب و عمیق از جامعه اسلامی تلاش میکنه که به حل مشکل بپردازه، یک راه حلایی راه بکنه که بسیار جنجال برانگیز و چالشزا نباشه، به طرف بحران و به طرف تنش پیش نروه و بتونه که یک آشتی را، یک تعاملی را میان سنت و مدرنیته برقرار بکنه که او هم به نفع جامعه اسلامی باشه و هم مسلمان ها از دستاوردهای علمی در زمان فعلی مستفید شود. طبعا جابری یگانه دانشمند این حوزه نیست، دانشمندای زیادی در این حوزه قدم و قلم زدن که از نقش و جایگاه از او در کشورهای مختلف در حوزه‌های مختلف نمیتون انکار کرد، ولی یکی از اینها جابری است. فهم ناقصی که من از برداشت و دیدگاه‌های جابری دارم و فهمی که و برداشتی که از بستر افغانستان دارم، باورم ایسته که دیدگاه‌های جابری به دلیلی که آرام است، به دلیلی که بسیار تنش‌زا نیست، میتونه که زمینه یک تعامل را در درون جامعه افغانستان میان سنت و مدرنیته برقرار بکنه. انگیزه بعدی که بسیار مهم بود بحث طالبان و امارت اسلامی بود. ما با این جریان ها درگیر بودیم، بحث های در این مورد داشتیم که آیا هنوز هم وقتی است که ما دنبال امارت باشیم. جریان دیگه ای که خلافت خواهی را مطرح میکرد، بحث اعاده خلافت اسلامی را حزب تحریر در افغانستان است که اونا هم در این مورد دیدگاه هایی داشتن و در آخر هم بحث داعش و برقراری خلافت هم بسیار جدی مطرح شد. اینا از دغدغه‌هایی بود که ما در شبکه‌های اجتماعی و در بحث‌های حضوری با دوستان و با موافقان و مخالفان در باب رابطه دین و دولت در اسلام مطرح کردیم و از جمله با دوستانی که در کابل حضور داشتن. ولی من موفق نشدم که یک متن منسجم و یک نوشته منسجمی در این مورد داشته باشم. گاهی اوقات هم اگر نوشتم کوتاه بود و تصمیم داشتم باید متن بنویسم. در این جریان کتاب دین و دولت و تطبیق شریعت جابری به دستم رسید. وقتی برام مطالعه کردم متوجه شدم که اکثر مسائلی که من دنبالش هستم در کتاب مطرح شده و فراتر و بیشتر از او، و تصمیم گرفتیم که کتاب را ترجمه بکنم. سقوط جمهوریت و برگشت امارت و باز بحث تطبیق شریعت از طرف طالبان و اهمیت بحث یک بعد تازه بخشید و اینا در مجموع انگیزه‌ای شد که کتاب را ترجمه بکنم. ترجمهش ابتداعا در کابل آغاز شده بود، بعد بحث سقوط مطرح شد
متاسفانه که زمان طولانی رو در بر گرفت که تا کتاب آماده شد و بعد از سقوط به چاپ برود، که بعد از رسیدن به کابل و توزیع کتاب بعد از یک مدت کوتاه متاسفانه که از طرف طالبان دوباره کتاب مصادره شد. این به طور خلاصه و انگیزه ها و دلایلی بود که به بحث علاقه گرفتم و کتاب ترجمه شد. در بخش دوم کتابم که من بسیار کوتاه اشاره میکنم و باز مجال رو میگذارم برای دوستایی که صحبت دارن، برای دکتر فکرت و دکتر صدر، و برای در بحث سوال و جواب برای دوستایی که اگر در مورد محتوای کتاب سوال داشته باشن، چون من نمیتونم که تمام مباحث کتاب را در صحبت‌های کوتاهی که داریم مطرح بکنم. در بخش دوم من یک نکته قابل تذکر میدونم که مباحث مطرح شده در کتاب، بحث رابطه دین و دولت و بحث تطبیق شریعت، یک مباحث درون دینی است. یعنی آقای جابری به عنوان یک دانشمند و فیلسوف مسلمان از درون دین و از برای مسلمان ها این موضوع را به بحث میگیره و دیدگاه خود ارائه میکنه. این مباحث بیشتر برای دوستایی که برای دوستا و برای اونای قابل درک و فهم است و طبعا از این مباحث میتونن استفاده خوب بکنن که با مسائل و مباحث کلامی، فقهی و سیاسی تاریخی در اسلام یک آشنایی دارند و از جدال روایت و رأی و یا نقل و عقل در این حوزه معرفت شناختی خوبتر میدانند، یا به قول خود دکتر جابری اینها با عقل بیانی، برهانی و عرفانی در حوزه معرفت شناسی اسلامی آشنایی دارند. وقتی که از این منظر به مباحث و دیدگاه جابری نگاه بکنیم و او را در تقابل با حجم بزرگ از دیدگاه ها و متون جا افتاده و غالب متون نه تنها جا افتاده و حجیم، بلکه غالب در جهان اسلام در حوزه فقه و در میان عموم مسلمان ها، هم در اهل سنت و هم در اهل تشیع نگاه کنیم، باز به او وقت به اهمیت مباحث و تلاش های دکتر جابری برای تجدید و یافتن راه حل های جدید و آشتی با مدرنیته بیشتر پی میبریم. شاید درکی مباحث برای دوستایی که از یک چشمانداز بیرون دینی به قضیه نگاه میکنند بسیار دشوار باشه، یا اینکه این مسائل اصلا برای اونایی که با اتکا به معرفت شناسی یا مرجعیت غربی به قضایا نگاه میکنن بسیار کم اهمیت جلوه کنه، که خب یک گپ بسیار بزرگ نیست که گپایی را که عابد الجابری گفته. خود ما هم که در غرب درس خواندیم، تحصیل کردیم، مسائلی را که جابری مطرح کرده باش آشنایی داریم، با گپای بسیار بنیادی و تازه نیستن. اما وقتی که در بحث‌های درون دینی و او دکمندیشی و اتکای مسلمان ها را و تمام فقها و مراجع دینی را به اون مرجعیت سنتی میبینیم که کسی کمتر مجال پیدا میکنه که با اتکا به میراث سنت دینی مسائل مورد سوال قرار بده و به تلاش های جابری از اون منظر نگاه میکنیم، میبینیم که به عنوان یک از مجددا و متفکران انتقادی حرفای زیادی برای عصر ما داره. کتاب همونطور که از نامش پیداست به دو موضوع جداگانه و در این حال مرتبط به هم میپردازه. یک رابطه دین و دولت است و دوم بحث تطبیق شریعت. دکتر جابری بحث خود در رابطه میان دین و دولت یا دین و سیاست و تطبیق شریعت که طبعا یک از بحث‌های بسیار جنجال برانگیز و پیچیده است، در این مورد دانشمندان، نویسنده ها و همچنان فقهای ما زیاد حرف زدن، با مقدمه زیر عنوان نیاز و مرجعیت بازتر آغاز میکنه. جابری تاکید میکنه که در مباحث دینی ارجاع به اصل یا بودن مرجعیت خودش یک اصل است. شما در مباحث دینی یا در هر دینی بدون یک مرجع نمیتونید که وارد بحث شوین و باید ناگزیر نیستین در مباحث دینی باید به یک اصل
حرف خود را و استدلال خود ارجاع بدین که در تفکر دینی کتاب و سنت و اجماع و قیاس و بعدم مسائل دیگه از طرف فقها مطرح شده. اما جابری در این بحث‌های جدیدش عمل صحابه را در فهم دین و در تطبیق و رابطه دین و دولت و تطبیق شریعت یک اصل قرار میده و در وقتی که بحث مرجعیت بازتر را مطرح میکنه بسیار به تفصیل برمیگرده به صحابه. استدلالش ایسته که برداشت‌های ما از متون دینی، برداشت‌های سنتی یا میراث فرهنگی که ما در اختیار داریم، که برداشت‌ها و قرائت‌های تاریخمند و متأثر از سیاست هستند. طبعا این برمیگرده با تاثیرپذیری جابری از بحث‌های پست مدرن یا پسا ساختارگرایی. تاکید میکنه که هر روایت و هر برداشت و هر قرائتی متأثر از سیاست است و تاریخمند و زمانمند است. به او اساس آنچه که ما از فقها و فلاسفه و نویسندگان مسلمان داریم تحت تاثیر شرایط خاص سیاسی نوشته شده برای توجیه سیاست‌های یک قدرت یا برای تحکیم یک نظامی. میشه که در منظومه تولید دانش برای کسب مشروعیت یا بحث قدرت، تولید دانش و کسب مشروعیت به این موضوع نگاه کرد و یک قاعده است که در تمام زمانها میتونه که جاری باشه. قدرت تلاش میکنه برای خود مشروعیت دست و پا بکنه و برای کسب مشروعیت نیازمند تولید روایت و متن است و این متن و روایتی که در سایه حکومت و نظام تولید میشه طبعا یک متن، یک روایت بیطرف نیست، یعنی کلمات، روایت و برداشت‌ها بیطرف نیست. به او اساس میگه که برداشت مذاهب، قرائت‌های مختلف و قواعدی که وجود داره اینها زمانی، تاریخی و مکانمند هستند. اختلافات زیادی در این مورد وجود داره. بحث‌های پیچیده‌تری هم در این داره که وقتی شما از در مرحله تأسیس علوم اسلامی یا عقل بیانی و قول جابری میرسین، ضوابط و قواعدی که در این حوزه وضع شده بسیار متأخر است. اینا برمیگرده به دوره به 100 سال، 150 سال، گاهی 200 سال بعد از آمدن اسلام. به او اساس جابری میگه که خوبترین مرجع برای فهم رابطه دین و دولت و تطبیق شریعت عمل اصحاب پیغمبر است، خلفای راشدین یا کسانی که با پیغمبر بودن بعد از او به قدرت رسیدن و چه عملی از اونا ما در روایات و در نقل و در کتب تاریخی داریم. اینها میتونه که یک تصویر روشن‌تر از رابطه دین و دولت ارائه بکنه. در بحث تطبیق شریعت هم جابری با توجه به این که از جمع مقصدگراها یا اهل مقاصد یا مصلحتگراها در تقسیم بندی فقه اسلامی یا برداشت فقهی است، تاکید میکنه که با نمونه های زیاد نشان میده که در بحث تطبیق شریعت اصل مصلحت عباد بود. مثلا به طور نمونه وقتی در احکام شرعی ما داریم که دست یک دزد قطع شود یا یک حکم شرعی بالای کسی اجرا شود، معنای از این نیست که خداوند به قطع دست یک نفر یا به ریختن خون یک انسان علاقمند است از او لذت میبره. ریشه های این احکام یا دلیل احکام که طبعا در فقه سنتی به نام علل مطرح است، از دیدگاه جابری باید در مصلحت جستجو گردد. مصلحتی است که نظم اجتماعی ایجاد شود از در تقسیم بندی که مقصدگراها دارن، بحث ضروریات خمسه، بحث حاجیات و تحسینیات، در زیر چترهای کلان که جابری اصول و مسائل جدیدی را مطرح میکنه، این بحث مطرح میکنه که اصلی است که مصلحت عباد باید تامین شود و مصلحت عباد وقتی که به عنوان مصلحت در نظر گرفته میشه با مرور زمان، با مرور مکان، با تغییر شرایط مصلحت ها تغییر میکنه و ما میتونیم که با در نظر داشته تامین مصلحت عباد نه مصلحت خداوند با در بحث تطبیق شریعت برخورد بکنیم و قرائت ها و روایت هایی رو بیرون بتیم که او با اصل حقوق بشر، با دموکراسی، با ارزش‌های انسانی سازگار باشه. یک
وقتی اصل مصلحت قرار میده، یک گویایی و یک برداشت جدیدی از قرائت دینی در حوزه تطبیق شریعت مطرح میشه. این دو بحث که اولش مسئله دین و دولت است، زیر عناوین مختلف در کتاب مورد بحث قرار میگیرن. اولین بحثی که جابری مطرح میکنه بحث دین و دولت در مرجعیت سنتی است. جابری به این عقیده است که عرب ها قبل از آمدن اسلام صاحب حکومت نبودن، دولت نداشتن، با مفهوم دولت و حکومت آشنایی نداشتن و نظامی هم که پیغمبر علیه السلام در مدینه و در مکه قایم کرد که با اتکا به نصوص دینی و روایت هایی که داریم یک دولت و یک نظام و یک خلافت نبود، یک دعوت دینی بود. پیغمبر با وحی وصل بود و خودش هم پیغمبر به عنوان پیغمبر و بنده خدا و حامل رسالت میدانن، نه به عنوان پادشاه و حاکم و خلیفه. به او اساس دوران حکومت پیغمبر یک دوره خاص میدانه و بعد از او هم که تجربه تاریخی اسلام آغاز میشه و بحث خلافت میایه، بحث جانشینی میایه. روایت خاص خود داره، میگه که چون عربایی تجربه را نداشتن، بعد از وفات پیغمبر با قضیه جدی برخوردن که چگونه یک حکومت و نظام ایجاد بکنن. اونا با توجه به ساختار قبیله‌ای و مفاهیم و ارزش‌هایی که در ساختار قبیله‌ای حاکم بود و ذهن و فکر و جهانبینی که داشتن، به مو اساس رفتار کردن و خلافت را اساس گذاشتن و حضرت ابوبکر به عنوان خلیفه جانشین خلیفه پیغمبر تعیین شد برای اداره امور مسلمان ها. و اما تاکید میکنه که این برخلاف تفکر شیعی یک امر از طرف الهی یا به اساس نص نیست، بلکه به اساس گزینش و انتخاب صورت گرفت و تفاوت‌هایی هم در انتخاب خلفای چهارگانه وجود داشت، اما اصل شورا و یک آنچه که جابری از او به عنوان اخلاق اسلامی نام میبره در دوران خلفا در برخی از خلفا حاکم بود. بعد بحث تبدیل خلافت را به ایدئولوژی سلطانی مطرح میکنه که طبعا متأثر از نظام و امپراتوری فارس در اون مرحله است که با آمدن بنی امیه و بنی عباس ابعاد گسترده تر پیدا میکنه. در این مورد جابری جزئیات و تفصیل‌های زیاد میپردازه، ولی تاکیدش است که بزرگترین اختلافی را که مسلمان‌ها با او برخورد کردن و هنوز هم پیامدهایش به صورت بسیار وحشتناک در فکر و اندیشه مسلمان‌ها حاکم است، بحث جانشینی و چگونگی تعیین جانشین پیغمبر و این یکی از مشکلات‌های بسیار جدی در تفکر اسلامی میداند، چون مسلمان‌ها و فقهای مسلمان با آنچه که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی اتفاق میفته به عنوان یک مرجع نگاه میکنن و او اساس تصمیم گیری ها و مشروعیت بخشی به نظام است. همین حالت را ما در نظام طالبان داریم، یعنی به دیدگاه ها به او قضیه نگاه میکنن، در صورتی که جابری میگه یک امر تاریخی زمانی مکانی بود، هیچ نص شرعی در این مورد وجود نداشت. در همون مرحله اقتضای ای بود که همین تو یک امری صورت بگیره و همین تو یک امری شد. اما در مورد بحث دومی که داره، در بحث دین و دولت در مرجعیت رنسانس است که دیدگاه خودم مطرح میکنه. طبعا در اینجا و بحث اختلافات در جامعه اسلامی میپردازه که این بحث رابطه دین و دولت در تفکر نو در بین مسلمان ها در جهان اسلام چی وقت مطرح شد. برداشت جابری است که یک گپ نو است، با آمدن استعمار و در قرن 19 بیشتر مطرح شده، سابقی در جهان اسلام نداشتن. برداشت جابری است که جهان اسلام یک جهان مستقل بوده، دارای یک تمدنی بوده، دارای یک مؤلفه هایی بوده، تا ای که در تعامل با رشد و شکوفایی غرب کوتاه آمده و بالاخره در تقابل سنت و مدرنیته در این مرحله قرار گرفته. مسلمان ها بیشتر وقتی که به قضای اسلامی نگاه میکنن در عموم منظومه استقلال جهان اسلام و در گذشته نگاه میکنن. به او اساس بحث
جدایی دین و دولت از نظر جابری در میراث فرهنگی مسلمان ها جایگاه ندارن، نبوده، تجربه نکردن. یعنی یک نهاد جداگانه برای دین، یک نهاد جداگانه برای دولت چنان که در تجربه مسیحی داریم در جهان اسلام وجود نداشته، بلکه این بعدها مطرح شده و مو اساس تنش‌زا شده برای رفع تنش‌زدایی که با آمدن و مطرح شدن مفهوم سکولاریسم مطرح شده. جابری بیشتر علیه سکولاریسم صحبت میکنه، طبعا تاریخچه سکولاریسم را به بحث میگیره و که چگونه وارد ادبیات جهان عرب شده، ترجمه‌ای که از لایسیته به عنوان علمانیت صورت گرفته و بدفهمی هایی که از سکولاریسم در جهان اسلام وجود داره. به جای سکولاریسم جابری دموکراسی و عقلانیت را پیشنهاد میکنه، میگه این یکی از مفاهیمی است که باعث تنش و جنجال در جهان اسلام شده، مشکل خلق کرده در اون رابطه سنت و مدرنیته. بهترین راهی است که ما سکولاریسم را اصلا از قاموس جهان عرب حذف بکنیم و به جایش از دموکراسی و عقلانیت حرف بزنیم. دموکراسی و عقلانیت است که میتونه اون مشکلاتی را که ما فریاد میکنیم حل بکنه تا یک سکولاریسم حل بکنه. در بحث اخیر هم در مورد دین و سیاست و جنگ داخلی حرفایی داره. اینجا مشکلی را که ما با او برخورد میکنیم بیشتر مورد توجه جابری است که دین که طبعا این بحث از طرف دوستانی که در حوزه سکولاریسم هم بحث دارن مطرح میشه. جابری میگه که دین یک امر مقدس است، برای جمع کردن و برای اتحاد آمده و سیاست یک حوزه اختلاف است. سیاست معنایش اختلاف است، معنایش تقابل است، معنایش مدیریت این دیدگاه های متفاوت است و ارائه دیدگاه های متفاوت در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. تاکید میکنه که باید از دین به عنوان یک ابزار سیاسی در امر سیاست استفاده نشود. مسلمان ها در جامعه وقتی به طرف سیاست میرن باید دین به وسیله امیال و آرزوها و خواستهای سیاسی خود مطرح نکنن، چیزی که ما در افغانستان داشتیم و در کشورهای اسلامی هم جریانهای اسلامگرا بیشتر این تجربه را داشتن. در مجموع پیشنهاد جابری با ارزیابی وضعیتی است که مسلمان ها با در نظر داشت شرایط و اوضاع میتونن در مورد دین، در مورد دولت تصمیم بگیرن. آنچه که از اسلام به عنوان یک اصل باقی میمونه در این امر مسائل اخلاقی است، مسائل که اخلاق سیاسی اسلام که جابری او را مطرح کرده، بحث شوراست، بحث مساوات است، بحث عدالت است، بحث امانت است. این اصول از نظر جابری میتونه که یک چتر کلان مطرح بکنه برای عبور از مشکلات ها و بالاخره در فرجام هم دموکراسی را که وقت مطرح میکنه با عقلانیت، طبعا مفاهیم دموکراتیک را، انتخابات را، دوره بودن قدرت را، تقسیم قوا را، بالاخره یک نظام پارلمانی را که نماینده های مردم در او صلاحیت داشته باشند با اسلام، با اصول اسلام سازگار میدانه و با سختی و جریان هایی که با این مفاهیم سر آشتی ندارن حمله میکنه و در نقدی هم که بر خلافت اسلامی داره. ممکن است در 1 دقیقه جمع‌بندی بکنین؟ خوبه. سپاسگزار هستیم. در جمع‌بندی هم که جابری داره و در انتقادی هم که بر خلافت مطرح میکنه، خلافت اسلامی، حرف جدیش است که یکی از نواقص و جدیترین نقیصه‌ای که خلافت اسلامی داشت نبود یک قانون اساسی بود. در فقدان یک قانون اساسی مدیریت قدرت و اداره سیاست یا قرارداد اجتماعی کار سیاسی دشوار است و فقه سنتی سنی ها متاسفانه تمرکزش روی شخص خلیفه است، نه روی نهاد دولت به عنوان یک کل. دیگه شما یک نفر میرن بیعت میکنن، او را امیرالمومنین تعیین میکنن، مادام امیرالمومنین میباشه و راهی برای کنترل صلاحیت ها و بالاخره برطرفی و جانشینیش هم وجود نداره و یکی از جنجال های بسیار کلان در تاریخ مسلمان ها بوده. در بحث تطبیق شریعت که دمو 1 دقیقه بتونم خلاصه بکنم، در زیر
عناوین بیداری یا تجدید، سلفگرایی یا تجربه تاریخی امت اسلامی، افرادگرایی راست و چپ، افرادگرایی از عقیده تا شریعت، نیاز به اجتهاد همگام، معقولیت احکام شرعی، احکام و بحث چرخش، هر عصر ضرورت‌ها و نیازمندی‌های ویژه خود داره، حدود را با شبهات دفع کنید و در باب تطبیق کامل شریعت جابری دیدگاه خود مطرح میکنه که اگر فرصت شد باز ما در اون مورد میتونم که بیشتر توضیح بدم. بسیار تشکر. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر ابراهیمی. سپاسگزار هستم. اشتراک کنندگان محترم، سپاسگزار هستم از حضورتان، از حوصله‌مندیتان. یک بار دیگه بحث امروز ما به دو بخش تقسیم شده. یک بخش سخنرانی است که جناب دکتر ابراهیمی سخنرانی خود داشتن و در عین زمان بخش دوم و بخش سوال جواب است یا بخش پرسش پاسخ. در بخش سوال جواب لطفا سوالاتتون تایپ بکنین، بفرستین. ما انشالله از میمانان محترم میخوایم و در عین زمان اگر علاقه داشتین که در بحث اشتراک بکنین در بخش پرسش پاسخ دستتون بلند بکنین، انشالله ما شما را روی اسکرین میارم به عنوان پنالیست، میشه که با سایر مهمانای ما بحث داشته باشین. در این قسمت از جناب دکتر صاحب صدر تقاضا میکنم که سخنان خود ارائه بفرمایید. جناب صدر صاحب. ممنون. ما اگر مایل باشین مطابق تر قبلی دکتر صاحب فطرت حرفای خود مطرح بکنم، باز ما داخل گپ میزنیم. جناب دکتر صاحب فکرت شما هستین؟ بله دانش سپلی هستید. زنده باشین، زنده باشین. بفرمایید جناب دکتر صاحب. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و بعد. بسیار جای خوشبختی است که در محضر شما و دوستان جمع قرار داریم، جناب دکتر صاحب صدر و دکتر صاحب رحیمی که از دوستان ما هستند و در این جلسه قرار است در مورد اثر ترجمه دکتر صاحب رحیمی سخن بزنیم. به هر حال در مورد ساختار کتاب دکتر صاحب رحیمی با تفصیل گفتند و من نیاز نمیبینم دوباره وارد شوم. ما میخوایم این ترجمه و این اثر را به عنوان یک بهانه قرار بدیم برای طرح پرسش‌های جدی‌تر و برای طرح مسئله‌های مهمتر و تأمل در مورد حوادث و نوازلی که عملاً در حوزه تطبیق شریعت یا مفهوم شریعت یا نسبت دین و دولت ما با او درگیر هستیم. البته عرض بکنم که بعد از سده 19 کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی خودشان را با یک تحول بزرگ و با یک تمدن متفاوت و نوپا مواجه می دیدند. این تمدن همون تمدن اروپایی بود به یک معنا و بعد از انقلاب صنعتی و احتمالاً اولین مواجهه که در دهه اخیر سده 18 میان فرانسه و مصر صورت گرفت، به نحو جامعه مصری اولین مواجهه مستقیم خودش را با این تمدن جدید تجربه میکرد و اتفاقاً خودش را با یک فضای متفاوت با یک فضا شرایط متفاوت تر مواجه می‌دید و در اونجا واکنش ها در برابر این فضای جدید و این تمدن نوپا و برخاسته متفاوت بود. عده‌ای در برابر این راه ستیز پیشه کردن، عده‌ای سعی کردن تا یک سره به این دستاوردهای تمدن مدرن یا تمدن جدید تسلیم شوند و شماری هم سعی کردن تا یک برخورد معقول و برخورد فعال با این فضای جدید، فکر جدید و این ابزارهای جدید داشته باشند. بر تقدیر مواجهه جوامع مثل ما با آنچه که ما به عنوان مدرنیته میشناسیم با یک تأخر تاریخی صورت گرفت و علتی تأخر تاریخی هم این بود که ما از مجاورت کشورهای اروپایی فاصله داشتیم و این فاصله موجب می شد که ما در معرض اولین تندبادهای مدرنیته قرار نگیریم، بلکه معمولاً با مدرنیته و میانجی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه آشنایی حاصل کنیم. به هر حال اون چیزی ما به عنوان مدرنیته یا به عنوان یک تحول مدرن میشناسیم در افغانستان ما عمدتاً در قالب
یک نوع نوسازی از بالا و پایین، یک نوع نوسازی، یک نوع ترقی خواهی عمودی که معمولا از رأس به سوی قاعده اعمال میشد تجربه کردیم. شاید بزرگترین مظهر این نوع نوسازی عصر امانی است و ای که بعدهای این پروژه به یک شکست و به یک بنبست موجه شد و خود یک بحث مفصل دیگه است. بعد تقدیر نه تنها ما که اکثریت جوامع اسلامی خودشان را با یک شرایط تازه و یک الزامات جدید و یک اقتضاعات نو مواجه می دیدند و در اینجا لااقل 3 نوع از مواجهه را میشه نشان داد. ادعای باورشانی بود که آنچه به عنوان تغییر اتفاق افتاده، این تغییر در مسئله هاست، مسئله های جزئی تغییر پیدا کردند، متحول شدن، یعنی مسئله های جزئی تازه در حوزه فقه و در حوزه های دیگه مطرح شده و رسالت علمای دینی است که به این مسئله های جزئی پاسخ بده. بنابراین تلاش کردند اصول مذهبی را حفظ کنند و به یک نوسازی یا به یک بازنگری گسترده در میراث دست نزنند، بلکه متکی بر اصول از قبل تعریف شده و اصول اجتهادی که در اثر یک بست تاریخی شکل گرفته بود به این مسئله های تازه پاسخ بدهد. مثلا یک سوال مطرح شد که وقتی آمریکایی ها به مهتاب رفتن، اتفاقا یک سوالی بود که وقتی شما به مهتاب میرید به کدام جهت نماز بخوانید. یک مسئله جزئی فقهی فرعی بود. خب شما تلاش میکنید تا به این مسئله بر بنیاد یک رشته اصول مذهبی یا اصول مورد قبول پاسخ بدید. از آنجایی که تغییر ما جزئی میدانستیم، از آنجایی که تغییر جزئی میدانستند، بنابراین سعی کردند تا به این تغییر به نحوی جزئی پاسخ بدن و وارد یک بازنگری گسترده در میراث اسلامی نشد. رویکرد دوم به تغییر عمدتاً تغییر مذهبی بود. این گرایش هایی که تلاش کردند تا یک مذهب خاص را مورد توجه قرار بدن و اگر تغییر دری ایجاد میکنند، این تغییر است در چارچوب مذهب و فراتر از حدود این مذهب حرکت نمیکنند. ما لااقل در افغانستان بعد از دهه 80 متوجه شدیم که یک سلفیت رو به رشد و یک سلفیت رو به گسترش در افغانستان شکل گرفت و به نحو یک جمع قابل ملاحظه از جوانان ما را جذب کرد و به عنوان سربازان داوطلب خود استخدام میکرد. در برابر این سلفیت اکثریت جامعه حنفی افغانستان احساس یک نوع تهدید کردن، احساس یک خطر کردن و متوجه میشیم که پاره از نویسنده های ما و درس خوانده های علوم دینی ما طرح بازنگری در مذهب حنفی را ریختند و بنابراین تلاش کردند تا نشان بدن که مذهب حنفی یک مذهب رأی بنیاد است و مرز میان اهل رأی و اهل روایت یا مرز میان حنفیت و سلفیت یک مرز درشت است. آثار و پاره از مقاله هایی که نوشته شد در راستای احیای مذهبی در افغانستان بود. فرض بری بود که ما با احیای مذهب حنفی می توانیم به چالش های جدید پاسخ بدیم. اما نکته که من به ذهنم میرسه است که احیای یک مذهب خاص نمیتونه به همه چالش هایی که ما با اون مواجه هستیم پاسخ بده. اتفاقا خود این مذاهب به تعبیری که عابدالجابری در این اثر هم توضیح میده، اینا در یک اصل ایدئولوژیک یا در اصل سلطه ایدئولوژی ها شکل گرفتند. بنابراین شما وقتی میراث تاریخی فقه حنفی را بررسی میکنید متوجه میشید که از نظر تاریخی نزاعها و کشمکشها و برخوردهای فراوانی میان احناف و غیر احناف و میان احناف و شوافی و میان مذاهب مختلف صورت گرفته و بنابراین مذهب حنفی در سیر تاریخی خودش از این بسترهای تاریخی و زمینه‌های تاریخی تأثیر پذیرفته. علاوه بر اینا مسئله هایی که ما با او مواجه هستیم صرفا مسئله های فقهی نیست که شما متکی بر اصول مذهبی پاسخ بدید. هرچند احیای مذهبی میتواند به یک بخش قابل ملاحظه از پرسش های دینی ما پاسخ بده، اما به همه تهدیدهایی که دیانت در روزگار ما با اون مواجه است پاسخ نمیده. و دلیلی که از یک سو خود مذهب محدود است، صرفا آرای فقهی را شامل میشه و بعضا آرای کلامی را. ولی پرسش هایی که ما در دنیای امروز مواجه هستیم صرفا پرسش های کلامی و پرسش های فقهی نیست که شما با احیای مذهبی صرف به پاسخ بدید.
حدس میزنم که جناب دکتر جاویدی با درک همین نکته بر فراتر رفتن از احیای مذهبی یا بر مرجعیت گشوده‌تر پیشا تکوین یا پیشا شکلگیری مذاهب فقهی تاکید میکنه و این تاکید به وجه نیست. نکته سوم یا سومین درک از تغییر در روزگار ما درک است که تغییر را به عنوان یک امر معرفتی میشناسند. یعنی چنین نیست که ما صرفاً با مسئله های اجتماعی متفاوت مواجه هستیم و با سوال های اجتماعی عملی متفاوت تر مواجه هستیم، بلکه ما عملاً با یک دستگاه معرفتی متفاوت مواجه هستیم. شناخت انسان امروزی از انسان، جهان و هستی تغییر کرده و حتی روانشناسی انسان امروز با روانشناسی انسان دیروز متفاوت است. بر اساس این فرض یک سعی کردن تا به یک بازنگری یا بازسازی بنیادین دستگاه معرفتی اسلام دست بزنند. کاری که اقبال لاهوری در ربع اول سده 20 انجام داد کاری از همین جنس بود. اقبال سعی کرد بر اساس 3 اصل عمده که برخی از این اصول را از فلسفه و پاره از این اصول را از علم مدرن، از فیزیک جدید وام گرفته بود، با بازنگری گسترده نظام آگاهی اسلامی یا اندیشه دینی در اسلام دست بزنه. اصل اول اصل مکملیت بود. اقبال باورشی بود که ما به جایی که یک دوگانه وهمی میان علم و میان دین ایجاد بکنیم، باید بکوشیم که علم و دین را در یک نقاط با هم آشتی بدیم. اصل مکملیت در واقع اصلی بود که اقبال او را از هایزنبرگ از حوزه فیزیک وام گرفته بود و بعد تلاش میکردی در مطالعاتش در رابطه و بازسازی اندیشه دینی در اسلام به کار ببنده. اصل دوم اقبال اصل حرکت بود. اقبال سعی میکرد نشان بده که پدیده ها در بستر تاریخ متحول میشن و ما بایستی همگام با این تحول حرکت بکنیم و الا از این قافله عقب خواهیم ماند. و اصل سومی که اقبال بر او تاکید میکرد اصل نسبیت بود. اقبال باورشی بود که آنچه ما مطرح میکنیم به عنوان یک فلسفه دین اسلامی جدید است و این یکی از چشماندازهایی است که ما به اسلام نگاه میکنیم. بنابراین بر اساس این 3 اصل اقبال ظاهرا تلاش کرد تا کل دستگاه مسلمانی یا دستگاه معرفتی در اسلام را مورد بازنگری قرار بده و یک طرح تازه تر است. کاری که عابد الجابری انجام میده ظاهرا یک کاری است میان اون چه که اقبال لاهوری انجام میداد یا دکتر فضل الرحمن ملک در پاکستان انجام داد یا کسانی مثل ابوزید و اون چه که فقیهان ما عمدتاً بر او تاکید میکنه. یعنی رویکرد اقبال به بازسازی اندیشه دینی در اسلام یک رویکرد فلسفی و علمی محض است و نگاهش هم به تعبیری که خودش در مقدمه نشان میده، نگاه اقبال به اسلام نگاه بیرون دینی است و از چشمانداز یک فیلسوف دین است. اما آنچه که عابد الجابری در اینجا مطرح میکنه، جابری سعی میکنه که متکی بر فقه، متکی بر اصول فقه، متکی بر تاریخ و متکی بر کلام اسلامی طرح یک مرجعیت گشوده تر را برای تطبیق شریعت فراروی ما بگذارد. از این جهت دیدگاه عابد الجابری یک مقدار با سنت دینی ما نزدیکی و قرابت بیشتری داره و برای طایفه‌های سنتی ما قابل فهمتر است و تناسب دیدگاهی که اقبال مطرح میکرد یا دیدگاهی که نصر ابوزید و یا فضل الرحمن ملک در پاکستان مطرح میکنه. بعد تقدیر این نکات ما عرض کردم تا نشان بدم که بستگی به این که شما تغییر در چه سطح میدانید، سعی میکنید یک پروسه یک طرح اصلاحی به دست بدید. نکته که عابد الجابری از اونجا آغاز میکنه است که این تغییر صرفاً تغییر در سطح مذهب و در سطح مسئله های فقهی نمیدانه. این تغییر وسیع‌تر و گسترده‌تر میدانه و برای پاسخگویی به این تغییر ما نیاز داریم تا از این مرجعیت های فقهی مذهبی و تعبیر عابد الجابری از این مرجعیت های ایدئولوژیک فاصله بگیریم و بریم به یک مرجعیت اصیل‌تر. این مرجعیت اصیل‌تر از دیدگاه جابری در واقع مرجعیت اصل صحابه است و میخواد نشان بده که صحابه با امور نوپدید و نووارد چگونه وارد یک تعامل شده و این تعامل میتونه روش‌هایی به دست ما بده از یک مواجهه خلاق و فعال و
و منعطف با واقعیت‌های جدید. بعد تقدیر این نکات عرض کردم تا اینکه نشان بدیم که در واقع تغییر در چه سطح درک میشه تا ما بعد پروژه های اصلاحی ما را در پاسخ به این تغییر تعریف بکنیم. از طرف دیگه ما در برابر تغییر یک سنت ستبر و سترگی هم در عقب ما داریم که گاهی گلاویز شدن با این سنت بر دوش و بر شانه های ما سنگینی میکنه. این سنت به حد متکثر، متنوع و عجیم است که برای اونایی که با فلسفه اسلامی، با کلام اسلامی، با عرفان اسلامی و با فقه اسلامی و اصول فقه اسلامی و نظریه های تفسیری و حدیث شناسی اسلامی درگیر هستند، حجم و عظمت این سنت قابل درک است. و عابدال جابری از چهره‌هایی است که با این سنت گلاویز میشه و تلاش میکنه که بدون اینکه از این سنت گسسته شود کاملا، طرح ارائه بکنه که طرح در یک جای از این سنت گره بخوره و همزمان با این برغم اتکا بر یک مرجعیت یا بر اتکا بر یک گوشه از این سنت تلاش بکنه به این پدیده های نوپدید پاسخ بده. و فکر میکنم که رویکرد جاویدی در زمینه یک رویکرد بسیار بسیار مؤثرتر است از فیلسوفان و متفکران دیگر جهان عرب با وضعیت و شرایطی که ما در زندگی میکنیم. و هر طرحی برای اصلاح در افغانستان باید نسبتش با دین و با این سنت دینی روشن بکنه و بنابراین کار عابدال جابری از این جهت کاری است کارستان و سررشته هایی به دست ما میده که کمک میکنه تا ما متکی بر او با این واقعیت های جدید مواجه شیم و به این واقعیت ها پاسخ بدیم. اتفاقا اندیشه دینی به دلیل یک عقب ماندگی تاریخی موجب شده تا به این حوادث تازه پاسخهای بسیار کهنه ارائه بکنه و مثل است که شما گاهی بخواید فی المثل به بیماری سرطان به شیوه طبابت یونانی پاسخ بدید. وقتی ما دچار دیر آمدگی تاریخی هستیم به تعبیری که یکی از فیلسوفان اروپایی مطرح میکنه، این دیر آمدگی موجب میشه که ما نتوانیم به تحولات تازه یک پاسخ مثبت بدیم و همگام با این تحولات حرکت بکنیم. برای اینکه ما بتانیم همگام با این تحولات و با این تغییرات حرکت بکنیم، عابدال جابری اصل اجتهاد را مطرح میکنه و معتقد است که اصل اجتهاد باید از او گستره سنتی و گستره فقهی خودش خارج شود و اصل اجتهاد به صورت فراگیر و گسترده و مؤثر مورد کاربرد قرار بگیرد تا بتانه این انعطاف پذیری لازم را در مواجهه با پدیده‌های تازه فراروی ما بگذارد. بر تقدیر نکاتی که جابری مطرح میکنه نکات مفصلی است و به این سادگی و در این مدت محدود نمیشه به همه اینا پاسخ داد. بعدا اگر دوستان پرسش های داشتن، در پرسش های دوستان میشه بیشتر در این موارد سخن گفت. ما در همینجا نکات خود را خاتمه میتونم، رشته سخن را میگذاریم به شما و میمانان عزیز دیگر برنامه. سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب فکرت، از سخنان فوق العاده عالمانه ایتان بسیار زیاد مستفید شدیم و تشکر میکنم. جناب دکتر صاحب صدر استیج شماست و بفرمایید. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت دکتر صاحب شما و دکتر صاحب فکرت و تمام حضار گرامی که امروز به هم رساندن در اینجا. من از منظر نظری سیاسی و نظری حقوقی تا جایی که رشته من ختمیتم و مطالعاتی که در حوزه رشته خود دارم گوش میکنم به منظر از این کتاب بپردازم. نخست بهتر است که در یک بستر فکری کتاب را قرار بدیم، بستر فکری که آنچنان که دوستایی که پیش از من سخنرانی کردن آن و گفتگوی یا گفتمان درونبینی گفتن. یکی از دانشمندان امریکا به نام چارلز کورسمن در سال 1996 یعنی 98 2 سال بعد از کتاب جابری، استاد دانشگاه کارولینیا است به نام چارلز کورسمن، او کتاب داره به نام لیبرال اسلام یا اسلام لیبرال و این کتاب تقریبا میشه گفت دایره المعارف در این زمینه، حدود 32 فصل داره و تمام از این فصول میپردازه به ارائه دیدگاه‌های مسلمانانی که کوشیدن اسلام را با لیبرالیسم یا با مدرنیته وفق بتن و یا به گفتگو وادار بکنن. اصطلاح لیبرال اسلام را چارلز کورسمن به تأسیس از یکی از دانشمندان یا
قاضی ها و رئیس دانشگاه جموں و کشمیر هندوستان به نام علی اصغر فیضی باوریت میگیره و در او دستبندی که ارائه میکنه فکر میکنم که میتونیم جابری رو در یک جای مناسب قرار بدیم. او 3 نوع شریعت را، رویکرد شریعت را یا علما اسلام را و مسلمانان لیبرال را در قبال مدرنیته و دین به 3 دسته تقسیم میکنه. یکی شریعت لیبرال، 2 شریعت خاموش و 3 شریعت تفسیری. دسته اول شریعت لیبرال به کسای اطلاق میشه که اونا فکر میکنن که شریعت در ذات خود یک سری از آموزه ها، نرم ها و ارزش های را داره که پیش از دنیای رنسانس اروپایی لیبرال بوده در ذات خود. یعنی یک سری از حقوق را به رسمیت شناخته، یک سری از آزادی‌های را به رسمیت شناخته که او ما میتونیم بگوییم که شریعت در ذات خود لیبرال بوده. کسایی مثل علی بولاج که از ترکیه است یا مهدی بازرگان در این دسته میایند. مثلا بولاج میگه که عقدی که در مدینه به حقوق میپیونده در نتیجه از او حضرت پیغمبر یک سری از حقوق را بر غیر مسلمان ها قائل میشه و این در حقیقت نشان میده که چطور شمعهای از ارزش های لیبرال در اسلام وجود دارد. گونه دومش شریعت خاموش است و این کسایی هستند که باورمند هستند که شریعت در بسیاری از حوزه ها حرف به گفتن نداره. مسائل مطرح شده در یک کانتکست بستر تاریخی اجتماعی، اما بسیاری از مسائل دیگر هم هست همچنان که دکتر صاحب فکرت به اشاره کردن مسائل جدید است که ما با این بپردازیم. از کهنه‌ترین علمایی که در جهان اسلام به این مسئله پرداختن مثلا علی عبدالرزاق است. علی عبدالرزاق اتفاقا پیش از بسیاری از کسایی که ما اکنون بحث میکنیم در زمینه، او باور داشت که یکی از مقالات مشهور که نوشته کرده است که اسلام حکومت نداره، پیغمبر به عنوان حاکم نبوده، پیغمبر پادشاه نبوده و رابطه پیغمبر با بدون شک به عنوان یک الگو پیشوا بوده، اما بیشتر رابطهش تا یک سیاسی باشه، رابطهش قلبی بوده، وحی بوده و یک سری از مسائل که در حوزه متافیزیک متفاوت مطرح میشه. اتفاقا علی عبدالرازق را بسیاری از مسلمانان لیبرال عصر خودش نقد کردن. مثلا شاگرد عبدو رشید رضا در سال 1925 علی عبدالرزاق را به حد نقد میکنن که وادار میکنن از الازهر که استاد الازهر است از او کنار برن. بر صورتش یعنی گرایش دوم شریعت خاموش است که چارلز کورسمن به اون میپردازه. سومین مورد شریعت تفسیری است که من فکر میکنم جایگاه قابل جابری در امی دسته میه. شریعت تفسیری به او دسته از علمای به اطلاق میشه که اونا باورمند هستن شریعت در یک بستر فکری و مشخص با در نظر داشت یک سری از اصول تفسیر بردار است، معنا بردار است، میتونید که ما او را به مرور زمان جدیدتر بسازیم. در جمع از فارسی زبان هم مطمئنا سروش به او دسته میه که برش اشاره شد، در کون به او دسته میه و حتی در جمع مصری ها کس به نام سعید اشماوی او هم تقریبا مسئله خلافت یا نظام سیاسی اسلام را کاملا بر مبنای ارجاعات تفسیری که انجام میده رد میکنه. ما فکر میکنم که جابری در دسته امی گروه میه، شریعت تفسیری، کسایی که باورمند هستن شریعت تفسیر پذیر است و او کار خود را در حقیقت ما میتونیم در این کتاب ببینیم که چگونه با تفسیری از شریعت را میکنن. این مسئله اول. مسئله دوم، با باور ما کتاب یک سری خلاها داره. خلاها را ما از منظر نظریه سیاسی آنچنان که مطرح کردم میپردازم. یکی که جابری باورمند است که دین و دولت در اسلام اساساً از نگاه تاریخی جدا از هم بوده و چنین آلیاژی که صورت گرفته بیشتر او ارجاع میده به ایدئولوژی سلطانی ابن مقفع. اما اتفاقاً اشاره از او در اهمیت باقی میمانه، کوت ان کوت ایدئولوژی سلطانی ابن مقفع و فراتر از اون نمیره که این ایدئولوژی سلطانی ابن مقفع چی بوده. و در حقیقت فراتر از چیزی که میگه است که میگه فقه سیاسی پیش از ماوردی تنها در عصر کلاسیک فقه سیاسی اولین فقیه است که کوشش میکنه فقه سیاسی رو توسعه بکنه. او میگه که فقه سیاسی پیش از ماوردی تلاش بود برای مشروط بخشیدن به یک امر واقع شده، آن چیزی که در صحیفه بنی ساعده یا بعد از بین 4 خلیفه و امو تحول که بعد از 4 خلیفه به وقوع پیوست. اما او باورمند است که این ماوردی بود که مشروعیت احکام سلطانی را با استفاده از فقه ایجاد کرد. خب ماوردی چی گفت؟ چرا گفت؟ چرا یه ایده را مطرح کرد؟ هیچ حرف در این زمینه از کتاب جابری پیدا کرده نمیتونیم.
لازم است که در این زمینه ما باید فکر بکنیم. یکی از مقالات خوبه که در ایران نوشته شده دکتر امیر کبیری نوشته کرده و او نگرش اندیشه‌های باستان بر اندیشه سیاسی نمی کسایی مثل ماوردی، غزالی یا حتی نظام الملک را بحث میکنن. و حرف که میزنه بسیار مهم است. ما بدانیم که بستر تاریخی که چون این تحول صورت میگیره و ماوردی این مسئله را مطرح میکنه که خلافت را با سلطنت یک جا میسازن. چرا چون این چیز شده؟ میگه که اولین باری زمان است به وقوع میپیونده که سلجوقی ها میتونن سلطنت خود به حد گسترش بدن در غرب که میشه گفت که همتراز ساسانیا یا سامانیا و هخامنشیان میشه. و با این گستردگی سلطنت سلجوقی‌ها شاهان ازی در قبال یافتن مبناهای جدید بر مشروعیت میشه و یکی از این مبناهای جدید مشروعیت هم ایده شاهنشاهی است که در ایران باستان ما وجود داشته. به اون ترتیب بسیاری از دانشمندای عصر از اونا کوشش میکنن که همین متون را که از ایران باستان به آریت گرفتن و آیسته آیسته در دوره آمده او را تفسیر اسلامی بر از او بدن. کسایی مثل ادوارد براون هم که یکی از ایران شناساست میگه که ایران دوره ساسانیان به حق آسمانی شاه باور داشت به حد که هیچ یک از ملت‌های دیگه هم تراز از اونا به حق آسمانی شاه باور نداشتن. مثلا که جلوه‌های تاریخی را ببینید، مثلا اردشیر خود یک مغی بود و یا چون او عضو از معبد آناهیتا بود بسیاری از دانشمندان او را میگن معبد هم بوده و او کسی بود که گفته بود که شاهی و دین دو برادر همن. حتی این اندیشه ها در اشعار فردوسی هم بازتاب یافته. مثلا یکی از شعرهای فردوسی میگه که چو بر دین کند شهریار آفرین برادر شود پادشاهی و دین. نه به تخت شاهی بود دین به پای نه به دین بود شهریاری به جای. شما میبینید که این اصل مسئله از ایران باستان آمده، از فرهنگ ما انتقال پیدا کرده. بدون شک ترجمه که از عهد اردشیر نامه تمسار به وسیله ابن مقفع که با حضور جابری اشاره میکنه. او در نوشته‌های هم ماوردی جلوه یافته، هم در غزالی جلوه یافته و هم در نوشته‌های نظام الملک یافته و کل گپ از نوعی است که وحدت دین دولت. چرا؟ به خاطر از اینکه ظهور اسماعیلی ها از یک طرف، دولت شیعه آلبویی از طرف دیگه یک تهدید بزرگ بود به خلافت و ماوردی احساس میکرد که تنها میتونیم به زور شمشیر سلجوقی ها خلافت را نجات بدیم. بنابراین او میگه خب سلطان است، یک سری از امکانات مادی داره اما مشروعیت خود را به تایید خلیفه میگیره. بنابراین خلافت و سلطنت هر دو یکی است. خب به هر صورت اشاره گزارای من بود که جابری در این زمینه باید توضیحات بیشتر میداد که متاسفانه توضیح نداد. مسئله سومی است که در آغاز جابری به صورت دقیق اشاره میکنه که اعراب حرف از دولت نداشتن، تجربه از دولت نداشتن، حتی با ریشه شناسی از کانسپت یا مفهوم دولت که میکنن بسیار دقیق میگه که دولت معنای انتقالی را داشت، یک امر بود که قابل زوال بود، ناپایدار بود. نون دولت آنچنان که در عصر مدرن ما میپنداریم یک امر زوال پذیر نیست، امر دائمی است. و تجربه عرب ها درست است که جابری به او اشاره میکنه، اما خود در این مغالطه گرفتار میشه به خاطر که در وقتی شما به خواندن کتاب ادامه بدین دوباره جابری رو میبینید که به ابوبکر و عمر و عثمان و علی همه دولت خطاب میکنن در حالی که دولت وجود نداشت. پر چطور میتونی که واژه دولت را به اونا تعمیم بدی؟ مسئله چهارم و مهمترین مسئله ای است که ما میخوایم در زمینه اندیشه از او در قبال سکولاریسم بپردازم. آنچنان که دکتر صاحب رحیمی به او اشاره کرد، جابری باورمند است که سکولاریسم یک امر کاملا بیگانه است از نگاه مفهومی با تمدن اسلامی و مشخصا ما متوجه باشیم که جابری یک ناسیونالیست عرب است تا که هر چیز دیگه باشه. بنابراین اون میگه با ناسیونالیسم عربی بیگانه است و با فرهنگ عربی بیگانه است و آنچه که بر ما راه حل است عقلانیت و دموکراسی است. ما فکر میکنم که این دیدگاه از او بسیار زیاد میلنگه به خاطر از اینکه توجیهی که با او بر رد سکولاریسم میکنه توجیه بسیار دقیق نیست و او اشاره از او در رد سکولاریسم بر یکی از نویسنده های مسیحی لبنان است و او میگه کسی به نام بطرس بستانی.
بطرس بستانی میگه که کسی است که اولین بار این واژه را معرفی میکنه به جامعه لبنانی و عربی در حقیقت، و اما مسئله اساسی است که او فکر میکنه، جابری فکر میکنه بستانی ایده سکولاریسم را در قبال یا در پاسخ به یک سری از بحران هایی که در جامعه عربی او زمان وجود داره که امان فرقه گرایی است بین فرقه های سنی و شیعه و همچنان مسیحی ها. در پاسخ به او ارائه میکنه باز روی کرده جابری است. خب درست است، ما در یک سری از کشورهای محدود مسئله فرقه گرایی را داریم، او شامل سوریه، لبنان، مصر، سودان میشه. اما اشاره میکنه که در کشورهای مثل عربستان، الجزایر، موریتانیا مسئله فرقه گرایی را ما هیچگاه نداریم. بنان مسئله سکولاریسم در این کشورهای هیچگاه مطرح نشده. بنان اما مرجعیت را که جابری بر سکولاریسم تلقی میکنه او فقط فرق گرایی است. به نظر من کاملا اشتباه است. سکولاریسم و یا اهمیت مسئله سکولاریسم در جهان اسلام تنها پاسخ به فرق گرایی نیست. بسیاری از کشورهای غیر از عرب همچنان، مثلا ترکیه، کشورهای خاور شرق آسیا و یا افغانستان، ایران، هیچ کدام از اینا سکولاریسم را در پاسخ به خاطر فرقه گرایی مطرح نکردن. اتفاقا کشورهای مثل ایران و افغانستان فرقه گرایی نداشتن. ترکیه بحران به نام فرقه گرایی وجود نداشته بود. جالبی است که کتاب در سال 1996 نوشته شده. یعنی شما میدونید که یک گستره تاریخی طولانی را جابری باید مطالعه میکرد و فراتر از سوریه و لبنان به او میپرداخت که سکولاریسم چگونه است. دومین اشتباهی که جابری در قبال سکولاریسم داره، او برداشت از او در رابطه دین و دولت در اسلام است. و او اتفاقا در یکی از خطوط که نوشته کردم میگه که در اسلام، مکوت میکنم، در اسلام تعارض میان دین و دولت وجود ندارد، صفحه 111. و این دیدگاه جابری در حقیقت یک دیدگاه تاریخی است و بسیاری از دانشمندای دیگه هم در جهان اسلام پیش از او هم این مسئله را مطرح کردن. مثلا اقبال در حقیقت عین دیدگاه جابری را داره که او میگه که در اسلام تفکیک میان سیاست و دین یک تفکیک کارکردی است و یک تفکیک ساختاری است، نه متافیزیکی یا در حد ایده. به این معنا که حکومت دینی در اسلام به معنای باور و توحید است. مفهوم اروپایی دین و سیاست در مورد اسلام صدق نمی‌کند. مسیحیت دین رهبانی است، نه یک نهاد سیاسی و مدنی. به همین دلیل است که دخالت مسیحیت در سیاست باعث به میان آمدن تناقض ساختاری و نهادی می‌گردد. اما برعکس در اسلام که دین رهبانی نیست، اسلام روش زندگی است، اسلام فرهنگ است و بالاخره اسلام جامعه مدنی و سیاسی است. بنابراین یک تناقض ساختاری به میان نمیاد. شما می‌بینید که این ایده را قبلا اقبال مطرح کرده، بدون شک فراتر از اقبال هم عبدو هم به این چیز مسئله باور داشت. اما من فکر میکنم که برعکس آن چیزی که جابری میگه، در تعارض میان دین و دولت دقیقاً در اسلام وجود داره، برخلاف آن چیزی که جابری میگه. و ارجاع ما در اینجا به یکی از نوشته‌های یکی از دانشمندای دیگه عرب فلسطینی مسیحی است که اکنون در دانشگاه کلمبیا درس میده، به نام The Impossible State. سال 2010 نشر شد کتاب، نویسنده‌اش از به نام ولال حلق باورمند است که متد و یا رویکرد سیاست در جهان اسلام با رویکرد سیاست در جهان معاصر ما، در جهان مدرن، اساساً از نگاه متافیزیکی با هم دیگه فرق میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که دولت در دنیای معاصر یک نهاد است که حاکمیت داره و این حاکمیت از او در اراده دولت مبنی بر قانونگذاری بازتاب پیدا میکنه. یعنی دولت نهاد است قانونگذار و این قانونگذاری رو به خاطر چی میکنه؟ به خاطر تنظیم اجتماع. تنظیم اجتماع به چه معناست؟ ساختن فرد و ساختن جامعه. ساختن فرد در کانسپت به نام شهروند به میان میاد، ساختن جامعه در مفهوم به نام ملت به وجود میاد. یعنی شما میبینید که مفاهیم مثل شهروند و ملت، نظم و قانون همه برآمده از نهاد چی هستند؟ نهاد دولت. این متافیزیک دولت معاصر و مدرن است. برخلاف متافیزیک دولت اسلامی که اتفاقاً حلق از دولت اسلامی هم نام نمیبرن، او به اصطلاح اسلامیک گورننس یا حکومتداری اسلامی رو به کار میبرن. او میگه متافیزیک دولت اسلامی حکومتداری اسلامی کاملا فرق میکرد. قانونگذاری در عصر میانه تمدن اسلامی هیچگاه کارکرد دولت نبود. خلیفه هیچگاه قانونگذار نبود. قانون را کی در جهان اسلام به میان میاد؟ قانون در جامعه مدنی به میان میآمد. قانون زایده فقها، محتسبا
و مفسران بود که متعلق به دولت نبودن، کارمند دولت نبودن، مزدگیر دولت نبودن، بلکه اینا مستقل از دولت بودن و کوشش میکردن که حاکمیت یا اقتدار شاه را حتی در بسیاری موارد تعدیل بکنن. یعنی یک نوع تعادل قوا در جهان اسلام، برخلاف آنچه که ما در جهان مدرن بین سه قوا داریم، در جهان اسلام خلق میه که تعادل قوا میان جامعه مدنی که در اوج علما بودن و جامعه سیاسی که در اوج سلطان بود وجود داشت. سلطان تنها تطبیق کننده یک سری از قوانین بود که علما او را در جامعه مدنی خلق میکردن. یک. دوم، شریعت هیچگاه کودیفای نشده در عصر میانه، همین عصر که جابری به او میپردازه، از شروع ابوبکر و عمر گرفته تا قرن 18 و 19. شریعت یک سری از اصول، قواعد، نرم‌ها، اخلاقیات، مهم است که ما بدانیم شریعت قانون نیست، حقوق نیست، اخلاقیات است پیش از که جابری هم به او باورمند است. یک سری از قواعد است که بسیار زیاد متکثر، بسیار زیاد پراگنده، بسیار زیاد متنوع. یعنی یکی از جامعه اسلامی، یکی از مزیت‌هایش در عصر میانه این بوده که جامعه به شدت متکثر بوده. یک فقیه در حجاز بنا به شرایط زمانی مکانی خاص خود یک حکم صادر میکرده، در بصره حکم دیگه، در خراسان و کابل و بخارا و حکم دیگه صادر میشه و این شرایط فرق میکرد. بنابراین این استعمار بود. چی چیز متحول ساختیده؟ استعمار. وقتی که امپراتوری بریتانیایی میان در هندوستان، خصوصا هند شرقی، شرکت هند شرقی، نو متوجه میشن قاضیای مسلمان هر کدامشون بنا به اون ذوق خاص خود یک حکم صادر میکنن. و این ذوق خاص خودشان شریعت بر مبنای شریعت بوده، شریعت متکثر بوده. بنابراین اینا شروع میکنن قانون را چون که عرف اروپایی است، هر چیز باید کدیفای شه و نوشته شه و مکتوب شه، بنابراین اینا شریعت مکتوب میکنن. عین کار را عثمانی ها هم انجام میدن. شریعت در زمان عثمانی ها، اتفاقا طالبان ما از اون عثمانی ها می آموزند. خطابایی که در سال 2017 توسط آخوندزاده، خطابای آخوندزاده خطاب به مجاهدین هم یک عنوان داره و کتاب عبدالحکیم شرعی، دو مرجع اساسی از او قاضیای بسیار کبیر است که در امپراتوری عثمانی به سنترالایزیشن یا مرکزی ساختن شریعت پرداختن و شریعت کوشش کردن که مکتوب بسازن. حرف اساسی است، ما دوباره به حرف اساسی خود بیایم. حلق میه که در میتافیزیک حکومتداری اسلام، حکومت اصلا امر دینی نیست. خلیفه یا سلطان یا هر آن کسی که نام میبرین، او توان قانونگذاری را نداره. او نمیتونه بگه که ما دست فرض مثال حکم فلان جرم، فلان امر مدنی، فلان امر سیاسی چگونه باید باشه. بنابراین وقتی که جامعه اسلامی کوشش میکنن که شریعت را کدیفای بکنن و او را از طریق دولت تطبیق بکنن، یک تعارض اساسی است که به میان میاد و این تعارض اساسی هیچگاه حل نمیشه. بنابراین میگه که حلق باورمند است که جهان اسلام با در نظر داشته فشاری که جهانی شدن، مثلا اقتصاد کپیتالیسم داره، حال اصل دولت ملت یک اصل غیر قابل تغییر است. شما باید مجبور هستین در قالب دولت ملت، دولت صاحب حاکمیت داشته باشین که او قانون وضع کنه، قانون از او ملت را به میان میاره، قانون از او شهروند را به میان میاره. هر دو مفاهیم شهروند و ملت و حاکمیت ملی در تعارض از با حکومتداری اسلامی، به خاطر که چون این چیزایی در حکومت اسلامی وجود نداره. بنابراین نتیجه گیری ما است که جابری در این زمینه کاملا به خطا رفته. در اسلام تعارض میان دین دولت وجود نداره. بله داره، چرا نداره؟ حرف سومی که حرف آخری اتفاقا و من فکر میکنم تنها بخش قوی که این کتاب داره بخش آخرش است که اون نقد سلفی ها است و کوشش میکنه که یک متدولوژی نوین را به خاطر باز تفسیری دین اسلام به میان بیاره که در او زمینه هر دو دکتر صاحب قبلا اشاره کردن. من لازم نمیدونم که به او دوباره رجعت بکنم و فقط کوتاه عرض میکنم که در مورد مواجهه با سلفی ها هم یک اشتباه کوچک وجود داره یا یک نقد کوچک میتونم من بگیرم. میگه که ما فکر میکنم که در این زمینه بعض الفاظ جابری مبهم است. میگه که سلفی ها را به دو دسته تقسیم میکنه: سلفی های معتدل و سلفی های رادیکال. و اتفاقا میگه که وقتی سلفی های معتدل به بازسازی اصول شریعت مطابق مقتضیات امروز با استفاده از روش ها و مفاهیم معاصر اقدام کنن، افراطی های سلفی شکست میخورن. حال سوالی است که سلفی های میانه رو کی هستند؟ آیا خود را که مبنای مرجعیت را میبرند انتقال میده به بسیاری از کارکردهای خلیفه دوم عمر و از اوجه باریت میگیره بسیاری از اصول باز تفسیر کننده را، آیا خود را سلفی میانه رو میدانه یا نه؟ بنابراین ما فکر نمیکنم که تفکیک بین سلفی میانه رو و سلفی
افراطی بسیار کار موثر باشه، اما دکتر صاحب ببخشید ممکنه یک جمله دقیقه آخر جمله آخرم است. من در 20 دقیقه خود رسیدم و جمله آخرم هم است که من فکر میکنم که در مسئله تطبیق شریعت بسیار دقیق میگه که اصل بر مبنای نسبی گرایی باشه. به این معنی است که ما بسیاری از اصول شریعت را نمیتونیم تطبیق بکنیم، اما نتیجه گیری باید شود که جابری بنا تکمیل میمونه. دوباره اگر قرار باشه شریعت نسبی است و تطبیقش هم نسبی است، بنابراین دولت نباید بر هیچ مبنای دینی شکل بگیره و این معناش بسیار ساده است، سکولاریسم. چیزی که جابری انکار میکنه، سکولاریسم کنم امر بسیار بابا یا شاخ و دمدار نیست. همین جدایی تفکیک دین و سیاست است که در قانونگذار نباید دولت باشد و او قانون شرعی منظورم است. به مسائل پابلیک ادمنستریشن اداره میپردازه، اما مسائل شرعی نه. اون معناش تفسیر سکولاریسم است. اگر ما به سکولاریسم به این حد ترسنده برخورد بکنیم که متاسفانه جابری فکر میکنم از ترس برخورد میکنم، ما میتونیم که مسیرهای را باز بگذاریم که بسیاری از افراطی‌ها از او سوء استفاده بکنن. متاسفانه. تشکر بسیار زیاد. سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب از نظرات فوق العاده علمی تخصصی و نقدتان به کتاب دین دولت و تطبیق شریعت. سپاسگزار هستم. در این بخش ما به پرسش و پاسخ برمیگردیم. بازم از اشراک کننده محترم هم سپاسگزاری میکنم، هم تقاضا میکنم که لطفا سوالاتتان طرح بکنین، نوشته بکنین، ارسال بکنین. ما میخوانیم ان شاء الله که مهمانان گرامی ما جواب خواهد دادن. اولین سوال متوجه دکتر صاحب رحیمی است، خواهر ما علیس شهیر، گفته که بعضی نظریه پردازان اسلامی برخلاف نظریات الجابری هستند. اونا نقد میکنن، مثلا نام بردن از طاها عبدالرحمن، گفتن که اونا نقد میکنن نظریات الجابری را، هم گفتن که این نظریات الجابری برخلاف منابع اسلامی است، هم برخلاف متفکران اسلامی، نظریات متفکران اسلامی است. نظر شما در این مورد چیست؟ بسیار تشکر از شما، از دکتر سیب فکرت و دکتر سیب صدر به خاطر صحبت‌های بسیار خوبی که داشتن. من فکر میکنم یک چند نکته در مورد صحبت‌های دکتر سیب صدر بگویم، باز بریم برای پاسخ برای سوال‌ها. طبعا اصل میسته که دکتر جابری هم یک نویسنده است که مثل ما یک آدم هست، نوشته، دیدگاهی را مطرح کرده و اصل به این نیست که یک آدم معصوم و خالی از خطا باشه، یک مخالفین هم نداشته باشه. مثلا بود ناسیونالیسم عربی دکتر جابری یک امر پسندیده نیست اصلا، بالاخره بر ما معنای نمیده. او فکر میکنه که ما عرب ها یک دفعه که از حکومت سقوط کردن، حکومت به دست غیر عرب ها افتید، برای آخرین بار در تاریخ نهضت ناسیونالیسم ایجاد شده که باید یک دولت عربی واحد دوباره ایجاد شده. او حوزه ها فعال بوده و در اون مورد قابل دفاع نیست اکثرا حرفایی که گفته و دیدگاهی هم که مطرح کرده طرفدارم داره، مخالفینم داره. اون یک از دانشمندایی که جورج ترابیشی نام داره، بیش از 15 سال تلاش کرده که تمام آثار جابری رو بخونه و نقد بکنه و در دانشمندای بسیاری هم علیه جابری نوشتن، بخصوص در حوزه تمدن فارسی زبان‌های که انتقادهای علیه جابری مطرح کردن که فارسی زبان ستیز است، علیه تمدن فارسی است و اینا. خب این دیدگاه هست، ولی اما یک شخصیت و یک دانشمند پرکار است، دیدگاه‌های متفاوتی داره، علوم اسلامی را با تمام شعبش میفهمه و فلسفه و علوم معاصر دسترسی داره. خبرنگار بوده، فعال سیاسی بوده، بندی شده، بالاخره رئیس روزنامه یک حزب سیاسی بوده، بعد کارهای سیاسی را اعلا کرده، رفته به دانشگاه و سالیان طولانی مصروف تحقیق و نوشتن بوده، زبان فرانسوی بلد بوده، زبان انگلیسی میفهمیده، تمام علوم فلسفی و معاصر غرب را به تمام معنا بلد است. وقتی نوشتهایش شما میخوانید، اینا برش یک امتیاز و یک جایگاه خاص بخشیده و دیدگاه‌های که مطرح کرده طبعا طرفدارای زیادی هم داره. میتونه است که همه معترض باشن به او. در مورد خلاهایی که دکتر سیب صدر به او اشاره کردن، ما در مقدمه گفتم که ما یک کتاب بسیار کوچک، یک رساله خرد جابری را ترجمه کردیم. در اون مورد نظریه‌های سیاسی یک کتاب داره به نام عقل سیاسی که می هست
تقریبا به تمام بحثایی که شما مطرح کردین، بحث ابن مقفع و تاثیرگذاری از تمدن فارسا و بالاخره شاه و خدا انگاری شاه و بالاخره میراث تمدن فارسی چگونه آمده و بالاخره عربا او رو پذیرفتن، بحث بسیار مفصل داره. در مورد ماوردی هم بالاخره دیدگاه سیاسیش در عقل عربی در این کتاب بیشتر مطرح شده. در یک کتاب دیگه هم که به نام عقل اخلاقی عربی داره، در او هم به مسائل جداگانه پرداخته. و دو کتاب دیگهش که تکوین عقل عربی و بنیت العقل العربی است، اون متفاوت تر است. حتی در بحث عنوان انتخاب عقل عربی هم انتقادات به جابری وارد هست. از جمله ارکون وقت بحثای خودی حوزه مطرح میکنه، بحث نقد عقل اسلامی داره. اونا میگه نیست که خب عقل عربی چی معنا داره، خب چرا نگفت عقل اسلامی؟ ولی به هر حال جابری به دلیل گرایش‌های ناسیونالیستیش به او بحث رفته. به او خاطر بحثی که شما در مورد ایدئولوژی ابن مقفع و بحث‌های ماوردی مطرح کردین، در او کتابای دیگهش به مفصل بسیار به تفصیل توضیح داده. همچنان در دو کتاب اولش هم که در مورد شکلگیری عقل عربی گپ میزنه، در بحث برهان و در بحث عرفان بسیار به تفصیل برداشته. یک موضوعی که در مورد سکولاریسم برخواسته از فرقه گرایی میدونه، او تو نیسته. او میگه که چگونه بحث سکولاریسم وارد ادبیات جهان اسلام و عربی شد. برداشت جابری است که مسیحیای عرب یا عرب‌های مسیحی وقتی که خواستن از خلافت عثمانی استقلال خود بگیرن، اونا شعار و ادبیات را وارد کردن. هدف ازوایی نبود، هدف ازوایی بود که چگونه از این سیطره عثمانی ها خلاص شوند. اما پس آن متوجه شدن که خوب وقتی از عثمانی ها خلاص شدی و یا قطع عربا بیایی، خب عربا باز یک اکثریت تشکیل میتن و دین اسلام دین اسلامی است، باز زیر تاثیر مسلمان ها میرن در این جریان. و در او قالب آمدن این بحث رو اونا مطرح کردن و آرام آرامی وارد ادبیات عربی شد و نویسنده های عرب و مسلمان هم گرفتن و این به خاطر ازی که با ناسیونالیسم عربی هم یک پیوندایی داشت، بحث سکولاریسم وارد جهان اسلام شد و آرام آرام ریشه گرفت. نه ای که خواستگاهش فرقه گرایی بوده باشه. میگه که یک تعداد جریان ها نمیتونستن خواست خود مطرح بکنن، به او اثر بحث شبه مسئله را مطرح میکنه و یک سوالای پناه میبردن با یک مسائل دیگه گپشون مستقیم نمیگفتن و می آمدن دو. در مورد رابطه دین و دولت شما بحثای جالبی رو مطرح کردین، از او دانشمند فلسطینی و اینا. جابری میگه که تمدن اسلامی با تمدن مسیحی در امر رابطه دین و دولت یک تفاوت داره. یک مرحله است که ما مسیحیت داریم، قیصر و سزار در رأسش هست، پادشاست و دینی نداره دولت. یک مرحله است که پادشاه مسیحیت دین رسمی اعلان میکنه و مسیحیت به دولت در درون پادشاهی تبدیل میشه به عنوان یک قدرت بسیار مطرح و مؤثر و تاثیرگذار. مرحله سوم هم که از رابطه دین و دولت در مسیحیت صحبت میکنم، بحث مرحله است که در رنسانس و روشنگری در اروپا آغاز میشه. میگه که در این مرحله است که متفکرین و دانشمندان متوجه میشن که مسیحیت بسیار در همه چیز مداخله میکنه، تاثیرگذار است، باید یک فاصله ایجاد شود و دو تا نهاد جداگانه به وجود بیاید که اون نهاد دولتی که با دین میرسید در ساختار دولت وجود داشت. یعنی دولت و نهاد دینی به هم متحد شدن، در یک مرحله اصلا نبود، در یک مرحله متحد شدن، در مرحله سوم هم یک جدایی آمده. جابری میگه که در تجربه اسلامی اینمی رو ما نداریم. پیغمبر آمده و بعد از پیغمبر هم که کسای آمدن، دو تا نهاد جدا نبوده که این نهاد مسجد است، مدرسه است، مسائل دینی میرسه و این نهاد هم به مسائل حکومتی و دینی میرسه. پادشاه و هر کسی هم که آمده تلاش کرده بگه من متدین هستم، مسلمان هستم، از دین حمایت میکنم. در برخی از مراحلی پادشاه عالم به دین بوده، خودش میتونسته اجتهاد بکنه، مثل عمر، مثل علی، مثل ابوبکر. در برخی موارد هم مشاورایی داشته و در برخی از موارد کسای آمدن حاکم و خلیفه شدن که
دین رو نمیفهمیدن، ولی برغمی که نمیفهمیدن و به قول فاسق و فاجر بودن، ولی هیچگاه نگفتن که دین جداست ما جداستیم. به او اساس نتیجه که میخواد بگه رئیس میگه که اینمی تجربه در جهان اسلام امیر خم آمده و تفکر مسلمان ها در اون منظومه که فکر میکنن همین است. الان وقتی که ما بحث جدایی دین دولت در یک جامعه میشه در یک دقیقه جمع بکنیم؟ خلاص این میشه باعث تنش و برای بیرون رفت از تنش. طبعا جاوید یک راههای عجیب و غریبی رو مطرح میکنه که شما باریکیش متوجه هستین: دموکراسی، عقلانیت، عدم استفاده ابزاری از دین و عرفی بودن نظام. این مفاهیم و این روش که به قول دکتر فکرت هم ریشه در میراث فرهنگی و دینی داره، میتونه یک مقدار تنش کم بکنه. خب من گپای دیگه هم داشتم، بالاخره به دلیل ازی که وقت زی قسم میریم برای سوالا و جواب ها در بخش سلفی میانه رو و سلفی افراطی و بخشی که همین تقنین در تفکر دینی چه رقم بوده و طبعا باز ما خودت میشه که در مورد جداگانه هم بحث بکنیم. در بخش سلفی گرایی چونی فکر میکنم در تاریخ مبارزات مراکش ببینید سلفی ها وجود داشته. بعد که من دقت کردم برداشتم این شد که این میگه که هر جریان اصلاحی و گپی که در مسلمان ها میایه یک مدینه فاضله در تاریخ در گذشته جستجو میکنه. زمان پیغمبر، زمان خلفای راشدین، زمان عمر ابن عبدالعزیز، زمان عثمانی. میگه این تو نیست، اون رفته گذشته دیگه، نوبت جانشیناست. تو باید رابطه ده با هم حفظ بکنی برای عصر حاضرت یک کاری بکنی، الا مسیر از مسیری که باید حرکت بکنی و گم میشه. سپاسگزار هستم جناب دکتر رحیمی. من فکر میکنم که آماده هستیم یک مقدار وقت تمدید بکنیم. سوالات بیشتر از ماندن و صحبت بیشتر شد. جناب میمونه دکتر صاحب صدر، دکتر صاحب بشیر، شما 15 دقیقه میشه گپ بزنیم. 15 دقیقه دیگه هم هر یک از 2 دقیقه زیاد گپ نزنیم که باز فرصت به بیشتر تعداد. کاملا دقیق. یک سوال از نیگنه جان میگیریم که دستشان از اول بالا بود. ما مایکتون روشن کردیم، شما میشه صحبت بکنین نیگنه جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم، بفرمایید. شما از من سوال دارین جناب؟ شما دستتان بلند بود، سوال دارین؟ نه خیر، من سوال ندارم. یک سوال دارم که امی کتاب آقای دکتر رحیمی به نام چی یاد میشه؟ دین، دولت و تطبیق شریعت. تشکر. سوال دیگر از هجرت الله یعقوبی صاحب به عنوان میمان ما، میشه شما صحبت داشته باشین؟ سلام خدمت دکتر صاحب گرامی تقدیم میکنم. وقت همگی بخیر. سوالی من این بود که با توجه به بحثایی که صورت گرفت و معلوماتی که دکتر صاحب دادن، برمیگیره به این که حالا با توجه به این که رابطه دولت و دین و تطبیق شریعت چطور به چه اساس این رابطه با هم به یک نظریه تبدیل شود، چون یگانه مشکلی که به وجود آمده اون نبود یک نظریه است که اون کلان نظریه چیست که دکتر صاحب مجیب الرحمن رحیمی باید پاسخ بدهند که کلان نظریه چی است که بر اون اساس تطبیق دین و دولت و شریعت صورت بگیره. یکی دیگه این که ما در برهه‌های مختلف پیش علمی ها را داشتیم، اونا به شکل پراگنده فعالیت میکردن، با نداشتن یک پارادایم، با نداشتن یک تئوری، اونها کارهای پراگنده انجام میدادن. بالاخره بعد از او که روند علمی عادی مرسوم آمد، تحت یک نظریه و تحت یک چتر به میان آمد که اون برهه ها را، اون مسائل را به یک نظریه ها یا به یک پارادایم های تبدیل کرده. و سپس بعد از او برهان میشه سوالتون کوتاه‌تر بکنین، سوال کوتاه بکنین، وقت ما کم از سوال بیشتر. بله ولی میخوایم اون کلان نظریه‌ای که بتونه دین و دولت و تطبیق شریعت اساس بگذاره چی است. مشکل اساسی همین است که کلان نظریه در اسلام تعریف نشده، یا اگر تعریف شده اون چی است. میتونه که دکتر صاحب مجیب الرحمن رحیمی پاسخ بگن. تشکر.
دکتر صاحب رحیمی. میخوایم که ما این سوال جواب بگیم. خب بسیار تشکر آقای یعقوبی. پاسخ به این سوالی که شما میگین یک کار دشوار است بالاخره، از یک نظریه‌ای که بتونه ای را عملیاتی بسازه. اولا که تو نظریه‌ای وجود نداره و نباید هم وجود داشته باشه. ببینین ما یک نسخه حل شده برای قضایای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نداریم. اینو باید به اساس شرایط و زمان و مکان تصمیم بگیریم. بعضی از ثوابت وجود داره و شک و تردیدی وجود نداره، ولی در کلیت مسائل باب اجتهاد، باب تقسیم بندی که آقای جابری در امور شرعی داره، نوآوری هایی که عرضه میکنه به اساس فقه مقصدگراها یا مصلحتگراها، یک راه های حلی رو راه میکنه برای همگام شدن با تغییر و با تحول. ببینین دیدگاه ها و نظریات از طرف دانشمندا و متخصصین حوزه به کثرت در حوزه‌های مختلف ارائه شده و انسان ها میتونن که با استفاده از عقل و منطق خود با توجه به شرایط و زمان و مکان یک راهی را انتخاب بکنن و بالاخره او را همیشه بازنگری بکنن، ببینن که کدامش یک نتیجه میده و یک راه معقول کدامش است. در این موارد کدام نظریه ثابت 100% که باید، یعنی این نظریه یک اصل است و هیچ راه دیگه وجود نداره، سراغ نداریم. جابری هم یک از اون دانشمندای هست که امو کلان نظریه که شما دنبالش هستین ارائه کرده. اینا یک بازسازی کردن کلیت معرفت شناسی دینی را در ابو 4 جلد کتابی که دارن که تکوین عقل عربی، بنیت العقل العربی، عقل سیاسی العربی و عقل الاخلاقی، و همچنان در مدخل به علوم قرآن بحث نگاه به میراث دینی و صدها مقاله و نوشته‌های خرد کوچکی که در این حوزه دارن. کلیت این معرفت شناسی را که میخوانین یک راه حل یا یک کلان روایتی به دست میده که چگونه در حوزه‌های فقهی، سیاسی و اقتصادی آدم میتونه پیش بره. سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب فکرت. یک سوال متوجه شما، نمیدونم که شما دیدین یا خیر، اگر ندیدین من براتون بخونم. گفتین که بعد از سلام احترام گفته آیا فکر نمیکنید که فهم مذاهب فقهی به حیث ایدئولوژی مشکل ساز نیست؟ چرا که فهم مذاهب اربعه تماما به فهم اصحاب از ارزش پیامبر و آیات قرآن ارتباط میگیرد و این که به گفته پروفسور جابری دوباره به عصر صحابه کرام برویم و به اساس فهم آنها عمل کنیم، آن وقت فهم کدام صحابه را ارجحیت دهیم؟ به اساس فهم من مذاهب اربعه و دیگر مذاهب که فعلا از میان رفته است و به اساس فهم همان صحابه است، مانند این که مذهب حنفی نزدیک به فهم حضرت عبدالله ابن مسعود بوده و مذهب حنبلی نزدیک به فهم عبدالله ابن عمر بوده، همینطور دیگر علما. بفرمایید جناب دکتر صاحب فکرت. ممنونتان جناب استاد. نکات زیادی مطرح شد و فکر میکنم هر نکته نیازمند تأملات مفصل است، ولی به دلیل ضیق وقت از همه منصرف بشیم. در مورد سوالی که دوستم مطرح کردن، اتفاقا یک صورتی از سلفی گرایی را ما در اندیشه عابدالجابری میبینیم. اگر سلفیت ما به عنوان تکای بر سنت بدانیم در مواجهه با وضعیت‌های جدید، این هم میتونه یک صورتی از سلفیت گرایی باشه. امروز از گونه‌های مختلفی از سلفیت گرایی بحث میشه که پاره از گرایش‌های سلفی گرا، البته در این دسته‌بندی‌های جدید، بسیار بسیار با او تغییر و با بحث اصلاح دینی نزدیکتر است. یعنی به این معناست که شما برای یک جایی از سنت تکیه میکنید، به گذشته نگاه دارید و بر اساس گذشته میخواهید امروز و فردایتان را بازسازی بکنید. همین پس نگاه شما به سنت دینی، به میراث اسلامی میتونه یک نوعی از گرایش یا رگه‌های سلفیت باشه. بر تقدیر این یک تفسیر است در عرضی شما با سلفیت را بس معنای بسیار دکم و معنای بسیار متسلب دارید. به هر حال نکته که جابری مطرح میکنه به نظر من نکته مهم است و این است که ابتداً شما باید از این مرجعیت‌های مذهبی فراتر برید، چون این مرجعیت‌های مذهبی به صحابه وصل میشه و شما چرا به مرجعیت اصیلتر و به مرجعیتی که به پیامبر نزدیکتر است توجه نکنید
تا ای که بیایید خودتان را در چارچوب‌های مذهبی محدود بسازید. این نکته اول است. نکته دوم است که جابری ممکن است در 1 دقیقه جمع بکنیم؟ ما تمام میکنم. جابری میخواد نشان بده که ما با عرف و با تحولات جدید و با حوادث جدید چگونه برخورد کنیم. برای که ما نحوه برخورد ما را بتانیم با این وضعیت مشخص بکنیم، باید به یک جایی از گذشته توجه بکنیم و یک الگویی از گذشته نشان بدیم که او کمک بکنه بر یک برخورد فعال و خلاق با واقعیت‌های جدید. بنابراین این بخشی از گذشته اما عصر صحابه است به تعبیر عابد الجابری. ما نه ای که اون مسئله های عصر صحابه را بیاریم به امروز منتقل بسازیم. ما از عصر صحابه شیوه های مواجهه با مسئله ها را می آموزیم و این شیوه ها کمک میکنه به یک فهم منعطف‌تر و به یک گشودگی که ما می توانیم با واقعیت های جدید کنار بریم. سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب. دکتر صاحب، صدر یک سوال متوجه شما است از خواهر ما عطیفه عنابی. سوال کردن که بعد از سلام و احترام گفتن پرسش ما برمیگردد به آقای صدر و این که جابری به این باور است که دین و دولت از هم جداست، ولی نظر به توضیحات محترم آقای صدر که در مورد دولت‌های ایرانیان خب که دین و دولت از هم جداست و خب ببخشید توضیحات محترم آقای صدر که در مورد دولت‌های ایرانیان میشه دین و دولت یک جاست یا این که با هم دو برادرند. شما به چی باورید؟ آیا دین و دولت از هم جدا؟ ببخشید که فکر میکنم که با لهجه ایرانی نوشته شده بود و امیدوار هستم که سوال گرفته باشین جناب صدر صاحب. خب اگه منظورشان این باشه که دیدگاه من چی است، من شدیداً باورمند هستم به جدایی دین و دولت و یک من فکر نمی کنم که حتی این فکر جدایی دین و دولت الزاماً یک ایده و تجربه اروپایی است. آنچنان که من ارجاع دادم به نوشته‌های ولاء الحلق در تجربه عصر میانه جهان اسلام هم قانونگذاری در دولت اسلامی وجود نداشت، حکومتداری اسلامی وجود نداشت. قانونگذاری در حوزه جامعه مدنی به صورت مستقل صورت می‌گرفت. نوشته دیگر هم که میتونم من تازه تر ارجاع بکنم، یکی از کتاب هایی که سال قبل جایزه انجمن روابط بین الملل را در امریکا برد از یک نویسنده ترکی الاصل است که در کامبریج درس میده به نام اگر من دقیق نامش به یادم باشه The Rise of East After West. یک چیز است که اون مفاهیم را مثل حاکمیت، اقتدار، دولت مدرن اینا را با در نظر داشت تجربه آسیا باز تعریف میکنه در روابط بین الملل. او باورمند است که این مغول ها بودن که باعث تلفیق دین و دولت شدن. حمله چنگیز باعث شد. پیش از او اقتدار متمرکز در تمام آسیا وجود نداشت، به ویژه در دولت هایی که در غرب آسیا به میون آمدن. مفهوم متمرکز سازی را مغول ها آوردن به خاطر از اینکه اونها باورمند به یک شاه مقتدر مثل چنگیز بودن. دین را هم در کنترل خود گرفتن، در کنترل دولت آمد. پیش از او دین در کنترل دولت وجود نداشت. او از یک مفهوم به نام jurisprudence Islamic sovereignty، این یک کانسپت را بسیار طولانی است، میگه که این تجربه پیش از مغول ها است، اما بعد از مغول ها دین و دولت یک جا شدن. خب به هر صورتش اگر ما ارجاع بتیم به حلق یا ارجاع بتیم به این نویسنده که واقعا موضوع ذهن ندارم نامشه، در تجربه تاریخی اسلام هم دین و دولت جدا از هم بودن. هیچ خلیفه سلطان یعنی زلالله نبوده، آنچنان که خودشان پسانتر ادعا کردن. عبدالرحمن هم در افغانستان ادعا کرد که ضیاء الملت و دین بوده. اما در تجربه تاریخی گذشته ما که ببینین عصر میانه ببینین این دو حوزه کاملا دین و دولت جدا است و این نامش است سکولاریسم. نباید ما از این ترس داشته باشیم. بسیاری از مفاهیم دنیای معاصر انگلیسی است، حتی مفاهیم مثل کامپیوتر قالب شوری و ماندگی انگلیسی است. من نمیتونم به خاطر از اینکه این مفهوم انگلیسی است نباید به کار ببرم. سکولاریسم بسیار ساده است. جامعه ما جامعه معاصر به طور کل مسلمان و غیر مسلمان جامعه متکثر هستند. به این معنی است که ما ادیان مختلف، اخلاقیات مختلف، نرم‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف داریم. شما نمیتونید که تکثر را از طریق حاکمیت متمرکز او تطبیق کننده یک نظم واحد دینی باشه حل بکنید. بنابراین سکولاریسم نه به معنای فرانسویش که
تفکیک دولت و سیاست، بلکه به معنای متکثرترش که در تجربه اندونزیا، در تجربه سنگال، کشورهای اسلامی یا تجربه هندوستان، به معنای یک نوع برخورد متکثرانه با دین است. دین نمیتونه دولت را در انحصار خود داشته باشه، بلکه دولت تمام ادیان را احترام میگذاره، بسیاری از ادیان را حمایت میکنه، نه تنها یک دین را. اینا اما تجربه اسلامگراها در دو قرن گذشته معذرت میخوایم، تجربه اسلامگراها و علما، حتی حکومت طالبان و حکومت علما هست دیگه، هر دویی است که اینا میخواین که دولت دین را کنترل بکنه، تطبیق کننده دین باشه و دین هم دولت را کنترل بکنه، چون این امر زایده اسلامگرایی معاصر است و این باید تنها از طریق یک نظام متکثر سکولار باید از بین بره. سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب صدر. من فکر میکنم که وقت برنامه ما به پایان رسید. از اینکه نتوانستیم به سوالات یک تعداد زیادی از دوستان پاسخ ارائه بکنیم معذور هستیم، معذرت میخوایم، و تعداد دوستایی که دستایشان بلند هستند نتونستیم که به اونا وقت بدیم، با هم معذرت میخوایم. از جناب دکتر صاحب رحیمی، دکتر صاحب فکرت، دکتر صاحب صدر سپاسگزار هستیم که در این برنامه حضور پیدا کردین. خداوند به بهای حضورتان اجر عظیم نصیبتان بکنه و در حیطه الطاف خاص خود قرار بدیتان. سپاسگزار هستیم از دوستایی که حضور پیدا کردن. ایام به کامتان، با وقتتان بسیار خوش. سپاسگزار هستیم. بخیر باشین. خدا نگهدارتان. تشکر. ممنون. خداحافظ. خدا حافظ.